آیا خبر وفات نغمه هنرمند مشهور افغان حقیقت دارد؟ نغمه در کدام کشور زندگی می کند؟ مصروف چه کار و باری است؟ و نشر تصاویر وفات نغمه در صفحات مجازی بنیانگر چی است؟ نغمه چرا از همسر دومش جدا شده است؟ گفتنی های تازه درباره این هنرمندان که هرگز باور نخواهید کرد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت و در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. نغمه هنرمند مشهور چهره شناخته شده یکی از سلبریتی های بود در میان مردم افغانستان است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. نغمه هنرمند محبوب افغان از 50 سال قبل به طور مسلکی هنر موسیقیش را ادامه می‌دهد. دوستداران خوبی دارد و در میان مردم افغانستان و پاکستان اشارت هنری خاصی برخوردار است. نغمه عاشقانه آواز می‌خواند و در سن 18 سالگی ازدواج کرد، اما دیر نگذشت از همسر اولش جدا شد و کاملا راه هنر موسیقیش را جداگانه و پیش میبرد. این همه در حالی است که تازه تصاویر نغمه در میان مردم افغانستان و صفحات مجازی دست به دست می شود که وی در کشور امریکا وفات کرده است. تا کنون جزئیات بیشتری این ماجرا در دست نیست که این خبر تا چه حقیقت دارد، ولی جدا شدن نغمه از همسر دومش در میان صفحات مجازی افغانستان خبر داغ بوده است. نغمه مدت طولانی است که دیگر به کارهای هنر موسیقیش نپرداخته است، کنسرتی برگزار نکرده است و آهنگ جدید برای دوستان و طرفدارانش نسروده است، ولی ما در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از نغمه خواهیم بود. دوستان همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان نغمه به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر تک تک از شما دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو را به الله من امانت گذاشتم. موفق کامیاب باشید.